اثر نقاشی یک زن بلوچه و زنان نازنینی که در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنن و تعدادی از اینها در اطراف استان گلستان هم هستن و من همیشه در دوران کودکی اینها رو میدیدم که با لباسهای رنگارنگ و طرحهای زیبا معمولا شناخته میشن که این لباس ها نماد فرهنگ غنی و هویت این مردمه. خیلی رنگ های زنده و نقوش خاص داره لباساشون که زیبایی و اصالت خاصی میده بهشون. سالانه نمایشگاه بین‌المللی اینجا برگزار میشه توی کانونشن عمان و به نام مسقط آرت. من هم اونجا میخواستم کار بذارم و تصمیم گرفتم که کار اصیل ایرانی باشه که نمایانگر فرهنگ خودمون باشه. برای همین اثر رو انتخاب کردم که از قوم بلوچه در ایران و یه جور در واقع صدای اونها باشه. در واقع به نظر من این لباس ها نه تنها زیبایی طبیعی خودشون رو به طور برجسته نشان میدن،
بلکه نمادی از مقاومت فرهنگ و تاریخ غنی خودشون رو هم به نمایش میذارن. گلدوزی‌های طلایی و طرح‌های سنتی روی لباسشون انگار یک پیوند عمیقی داره با ریشه‌ها و فرهنگ‌های ایران. سوزندوزی‌های بسیار زیبایی که در روی سینه کار قرار داره که معروف به سبک پکوک دوزی. زنی از دل سنت ایستاده بر مرز سکوت و فریاد، ساز را بر بلندای سر برافراشته، با ردایی که قصه قفس‌ها و پروازها را در خود دارد. این اثر روایتی است از زنانی که حتی اگر قفسی بر تنشان باشد، پرندگان دلشان راه آسمان را می‌یابند. این نقاشی روایت یک زن از زنی که ساز را نه بر دوش خستگی بلکه بر فراز سر به نشانه قدرت، بیداری و صدا داشتن بلند کرده است. او لباس سنتی بر تن دارد، جامه‌ای که در دل خود حکایت دیگری نهفته است. دختری در قفس، چهره آرام و چشم‌هایی بسته، اما پیرامونش پرندگان در پروازند. گویی این پرندگان صداهای خاموش شده در دل زنند، اندیشه‌ها و آرزوهایی که اگرچه زمانی محبوس بودند، اکنون به پرواز در آمدند و به گفتگوی بی کلام با او برخاستند. این اثر قصه زنانی است که سنت را بر تن دارند اما سکوت را بر سر نگرفتند. زنانی که ساز در دست، صدای دل در سینه، تاریخ را نه به اسارت که به آزادی معنا می کنند. قفس تنها یک نقش است، پرنده ها همیشه راهی برای پرواز می یابند.